اکا چی رو انتظاریم؟ بیا ترک کنه. سراسیمه نشوید. اول همش رو به درون کشونم. به این فرزندان جوان این کار را کرده نمیتوانم. تو مرا ببخش خدایا. خدایا دخترم را نگاه دار. یگان چی گفتی اکا؟ بای بچه ها بمب است. این قطعه ها پر از بمب. چی؟ بمب! همه بینا را ترک کنه. خدا اجازه اش را دهد. صبر کرده نتوانست به عقل. رفیقان مسئله این آدم ها را بینید. من از پسی ماشینی بارکش می شوم. خیر مایلاش به نقشه بی میگذاریم. همه چیز در دست تو است. در ماشین باز ایلوواگی هست. بمب ها رو گیر. در آمده آنجا رو به هوا پران. خوب شده سکا. این کار آنقدر آسان نیست. حاضر هر دوتون خفا کردید. نباشم من این سر از رو تیت نکنم. سرده رو حریفین آدم. سرده زینب تمام آرام شد. دخترم را دوست دیدند. سردار زینبم در دستشون. التماس جاری رسانید. مایلش اکا تو خاطر نشو. ما این مسئله رو حل میکنیم. خاطر نشو. پروندن تمام. آن ماشین رو من کنه. نه در ماشین بمب است. نیستید آتش نکشوید. حیوان گلیزار بمب کفان ها را دوست نمی دارد. خدایا به من مدد رسان. خوش آمدید محترم دادسی. مادر؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ این خودش چی گپ؟ به خبرگیری دخترم اومده نمیتوانم. البته میتوانید لیکن من حاضر کار دارم. با شما مشغول شده نمیتوانم. مایلش دخترم. ما همین خیل در یک گوشه میشینیم تا از پی کارت شم. جانم آیدی گذشته علی بابور همه معلومات رو جمع کن. کی در کجا به دنیا اومد، پدر و مادرش کی است، همش رو باید آموزم. این چه خیل گپ است دخترم؟ با مادرش شناس گشتیم کو؟ مادر جان بسیار چیزها هست که نمیدونید. التماس به کاری من دخالت نکنید. دخترم هم حق است. یک دادستانی کلان البته که آدمی خانه‌دار میشدگیش را تحقیقات میبرد. مادر آموخته هایتان را با ما هم نقل کنید مایلش. مادر این دختر بسیار در هیجان است. کفایه مادر. روید از اینجا، من کار دارم. به خبرگیری هم دیگر وقت میایید. کار دارم میگویم نمیفهمید. خوب خیر تو بزدید. روید از اینجا. روید بعد رو میخوریم. تو چی استاده ای؟ گفتم رو اجرا کن. وای با علی بابور. بس کن جانون بس. گپزنی رو بس کن. چیزی گفته باشم همون رو اجرا کن. مایلش. علی با افجی چگونه علاقه داشته میتواند؟ چرا روحی با افجی میرفتگی از علی باید گذرد؟ خدایا به من کمک کن. پسرا انا یکی از اون شخصانی که دخترم رو دزدید. خدایا
اکا آدمی پس حالی چیکار کردی سادیا؟ چیکار کردیم؟ بس کن بگویم بس کن چیکار کردیم بگو تمام ما خودمو هم میکنیم تقا کمتریست از من هم بدتر بوده ای؟ تمام اکا سرده مرو اکا جان تمام سرده ایستو آروم باش کمی وزنی شب التماس کمی آروم شب سلام علیکم وضعیت چگونه است برادر؟ کوشش میکنیم که چیزی گوید گپ نمیزنم نه گلیزور تو با اکا یک سال مشغول شب گذر اکا با من بیایید مالکای ها کاری دخترت رو حل کردگی فریاد و فیغانش رو حتی از اینجا میشنوم آی با من نگر ابله من از 7 پشتت سر نکردم گپ زن در کجاست آن مالکی اشتری پستیلی مرا گپ در در آواز کجاست نمیتوانید آه خدایا که تو با من بیا بیا سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما و یگان یا برادر شما خواهش گذشتن گرنس قزاقستان را داشته باشد پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید و اگر شما مشکلی با حجت دارین آنها شما را از خانه تان آمده میگیرند و به خواست الله در راه یگان مشکلی با شما دچار نمیشوند. ماشین های زمانوی دارای وای فای بی پول و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید باز به شما که کلان میکنند. رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو از درگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم. سراب دوگانه زیبایی من مرا ببخش از روی من شده به جانی تو قصد کردم سراب هرچی زودتر از اینجا بر آمدنم لازم رفتیم سراب کنی هرچی زودتر از اینجا بر آمدنم لازم کنی زود باشید برای زودتر پیش در راه وقتی در ترازوی عدالت حساب دادن تو هم رسید فکر داشته که آهی اینقدر آدمی بیگناه در زمین میماند به گروهی خبر دیم تلفن به سلامتی ضرر دارد آن را من میگیرم شوی پارلمان خنده بهتر بوده است من هم زنده ماندن را لازم میبینم گیرد آن دختر را سردین دست نرسونید سردین متین یاری رسون سردین دست نرسونید متین کمک کن سردین گفتم یاری رسون کسی هست سردین یکا نفر کمک کنه زینب ما با اینها میرویم از همین کاری سر کردم همه شو رو پروانه یک کمک کنه زینب سردین مرا سردین همه شو رو بکشید سردین گوش کن آخرین بار میپرسم مالک در کجاست من گپ نمیزنم گوش کن من زبان خارجی را نمیدانم ولی زبان شما بر این لعنتی ها رو خیلی خوب میفهمم
به فکرم شما با گپ در آورده میتوان. ممکن شاید توانیم. انیق ایستو چیکار میکنی؟ ما رو با آسمون میپرانی. یگان کاری بد نیست. اولین ترکانی که با آسمون میپرند ما رو تو میشویم. در بیکاس، در یک انبار، در بیکاس گفتم. انا همین دخترانی دوستیدگیش رو هم در آنجا نگاه میدارد. چی شد ابله؟ هیچ چیز نمیگویم گفتی کو؟ بلبل برای سر رویدی ها؟ کار حل شد رفیقان، میرویم. خواهر تبریک میکنم. تشکر. تبریک میکنم. تشکر. با گپ در آورده توانستنشو انیق دانستی اپا جان. سلامت باش. دختران شما همینجا ایستید و یگان جا نروید. من بازگشته به نزدتان میآیم. تو بالای سرشان است. نه اکا زینب در دستشون است. من هم میآیم. شما انتظار شوید. کنی رفتیم. همه با یکدیگر آمیخته شده است. کارلوس تو یگان نقطه نقص پیدا کنه که در این بی‌ترتیبی به تو احتیاج پیدا می شود. فهمیدم. گلیزار دختران در اختیاری تو. مالش باروری کور. مالک و زینب رو ما میگیریم اکا. بیا برادر. بسم الله. علی چی شد؟ چی میگویی؟ من هم میآیم. با خدا خوب شده است نباشد. یگان یراق دی هم تو هم رو کمک کن. می شود؟ یا اینکه بازوک دی هم با آن پرام. نه سفسطه نگو در جایت آرام اکشین. تا انتقامم را نگیرم از اینجا نمیروم. سرده مرا! سرده مرا! آگاه! سرده مرا! آگاه! سرده! مالک کاری تو تا همینجا بود است مالک. اینها را نست کن. نه 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 کارلوس آنها را زود نست کنید. مایل شکا. نه نه اول رفیق داماد را. نه ماتین 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 زینب ماتین ماتین با تو چی کار داد ماتین؟ تمام
نترسید دخترها، همش گذشت. با من بیایید از طرف چپ. زودتر 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 زودتر. حاضر فرصت خوب است. تمام آرام شو زینب، پروا نکن. کمتر بعد یاری تاجیلی همینجا می شود، نقض می شود. آرام باش، آرام. تشکری زیاده که شاهین. اگر شما نمی شدید حتی چی شیردنش را فکر کرده نمی توانم. فکر نکن، غم مخور. اکنون شما را بسیار روزهای نیک انتظار است. هرگز خود را نپلتا. خدا از شما راضی شود اکا. متین، تو داماد هستی، راه افتاده نشو. تمام. اکا شما بسیار مرا در خجالت ماندید. شاهین مالک در کجاست؟ به آن طرف رفت. شما از پیر شوید، من اینجا را حل میکنم. خوب زود باشید. آها، این شاهینی ما. شاهین تو در اینجا؟ خوب هستید قربانتان شوم؟ خوبیم. شکر زیاد که زینب را نجات داد. نقص خدا را شکر. آفرین به تو شاهین. داماد، یاری تعجیلی جیغ زدیم، آمده ایستاده است. خودت را سر نده، در تویت ما رقص میکنیم. شخول شغل. از سید شرطوی سام را نگیرم نمیروم. سوار شو چتین. وظیفه به تو دادم را با موفقیت به جا آوردی. آفرین. برای چی با من بازی کردید؟ بازی نکردیم، لیکن فهمیدم که باز همون علی تو آمده همه را شوریده است. لیکن قوطی خالی بود. نه، در قوطی کامرا بود. بسیار نوارهای لازمی را دسترس نمودیم، لیکن علی آمده کارها را ویران کرد. من نفهمیدم. تو وظیفه به عهده‌ات بوده را کردی، به علی و دیگران یگان چیز نگفتی و از آن وضعیت ناآرام با موفقیت برآمدی. آفرین. برای همین به تو یک وظیفه مهم میدیم. وظیفه 90 عاید علی به من معلومات دادن است، هم برای یافتن قاتل پدرت و هم برای پرقوت شدن من و تو. این بسیار مهم است. لیکن اکه علی در آن خانه آنقدر مهم است، به او نمی شود مگر؟ انا آن طرف به مهارت تو وابسته است.
این کارت کردیتی تو است به محدود رمزش در داخلش نوشته شدگی خواستگیت بر این استفاده برده میتوانی آقای علی همه چیز را فهمیدن میخواهم وقتی انتقام رسید سگ نصف میشوی وقتی آتش را دیدن زن و دخترت هم همه خیلی ناتوان مانده بود ایستو! سلاحت را پرتا! سلاحت را پایان کن او به ما لازم است ایستا! گوش کن او به ما در کار است میگویم باز یگان ابلهی نکنی نام زن و دخترم را با زبان نگیر مالک هرگز شغال ایستو این کار را نکن زن و دخترم را ها؟ آتش ها؟ دنیایم را سوزاندید ظالمان جانم را با چقوری دوزخ پرتافتید این کار را نکن شغال نکن برای آن بیشرف دوزخ شدم علی انتقام اکنون بهشتی من است میفهمی سگی ابله برید اکن این رو برید رفتیم جزایش رو گرفت بی ناموس محترم دادستان این چه خیلی می شود؟ این چتین دایم از بین غیب میزند بسیار میترسم خانم با سرش یگان حادثه نافتد نترس علی هم همچونین نبود چه خیلی که علی را مثل فرزندی خود کلان کردیم چتین را هم همان خیل کلان میکنیم با خواست خدا باز یک مسئله هست بچه کلان شده است اکنون به علی پسرخوان بودنش را باید گوییم